این موضوع را به بحث میگیریم با جناب جلیل روشندل، استاد رابطه بین الملل که از سیاتل امریکا با من هستند، و جناب بنه سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل که از تل آویو و ما هستند. تشکر از مهمانان عزیز. با آقای روشندل آغاز میکنم. آقای روشندل، اسماعیل هنیه ترور شد، اما چرا در تهران؟ خب ببینید، در روزهای اخیر به یک نوعی در پشت صحنه درگیری‌های حزب الله با اسرائیل به هر صورت اسم ایران آورده میشد و کلا اسرائیل عملیات حزب الله رو به نوعی از ناحیه جمهوری اسلامی به حساب می آورد و وعده هایی که یا تهدیدهایی که از جانب حزب الله میشد برای اینکه ممکن است سایر گروه ها وارد عملیات بشن، خود به خود و به طور اتوماتیک اسم گروه هایی رو مطرح می کرد که از نظر امنیت بین المللی جزو گروه های نیابتی مورد حمایت ایران هستند. حالا حضور آقای اسماعیل هنیه، رئیس بخش سیاسی حماس، در مراسم تحلیف آقای پزشکیان در تهران موقعیتی ایجاد کرد که نشون داد اطلاعاتی تونسته از حضور او و محل اقامت او منتشر بشه و دست اسرائیلیا برسه و تردیدی نیستش که اسرائیل از این اطلاعات تونسته استفاده بکنه و هدفگیری بکنه اون نقطه محل اقامت اون رو. اعلامیه سپاه وارد جزئیات نمیشه، اما اعلامیه حماس نشون میده که یک حمله پهپادی بوده یا موشکی بوده درست به نقطه‌ای که اطلاع داشتن آقای اسماعیل هنیه در اون ساعت و در اون زمان مشخص در اونجا حضور داشته. ردیابی دستگاه الکترونیک بوده یا اینکه اطلاع رسانی از داخل ایران توسط مخالفین حتی ممکنه صورت گرفته باشه و یا افرادی که در گذشته هم در موارد ترور دانشمندان اتمی ایران به هر حال اون اطلاعات رو به اسرائیل رسوندن تا تونستن اون هدفگیری مشخص رو انجام بدن و حالا همون سیستم در اینجا هم عمل کرده. به اسماعیل هنیه رو به قول معروف سر بزنگا به سر محلی که استراحت میکرده یا اقامت داشته مورد هدف قرار دادن. درست. آقای سبتی، نظر شما چی است؟ حالا اسماعیل هنیه در تهران چطور ترور میشه در حالی که در مراسم تحلیف اشتراک میکنه؟ به نظر میرسه که ضعف امنیتی در تهران به وجود آمده باشه. آقای سبتی؟ من میخوام این رو تاکید کنم که به نظر میاد که از نظر اطلاعاتی این اطلاعات همیشه وجود داره، نه فقط در این روز که تهران رفته و برای مراسم تحلیف شرکت کرده، بلکه به نظر میاد مقر اقامت‌های این تروریست ها و طرز رفت و آمدشون و خیلی اطلاعات دیگه برای اون کسی که اینها رو هدف قرار داده معلوم بوده، شاید در چند دفعات قبل هم معلوم بوده و به خاطر همین یک عادت و یک شناختی از اونها به وجود میاد که میدونن اگر به وقتی که لازم باشه برن و به اونها برسن و به طرز به خصوصی به اونها حمله کنن و اونها را هدف قرار بدن و از نظر اسرائیل اگر واقعا بوده این میتونسته خیلی جلوی کشتارها و ترورهای قبل رو بگیره، ولی خب فقط الان اینجا انجام شده چون بالاخره الان اسرائیل در مقابل این وضعی که انجام شد هم از نظر 7 اکتبر تا کنون هم از نظر حمله حزب الله در شمال اسرائیل، اینها همه باعث شد که به نظر میاد اگر اسرائیل بوده واقعا اونها از همه اطلاعاتی که دارن الان استفاده میکنن، مخصوصا وقتی که سران تروریسم ها در تحرک باشن. ببینید وقتی اینها در تحرک هستن، در جای عادی خودشون نیستن، این باعث نقطه ضعف میشه و میتونه اونها رو مورد هدف قرار بگیره. یک گزارش بود الان در اسرائیل که او وقتی در حال حرکت به مقر خودش بوده مورد حمله قرار گرفته و این میتونه شاید
یک علامتی باشه، اگر درست باشه این میتونه یک مسئله جدیدی باشه. اگر یک آقای اتومبیل در تازه ترین واکنشی که برای ترور آقای هنیه وجود داشته، موسی ابومرزوق عضو شاخه سیاسی حماس ترور هنیه را واقعا یک عمل بزدلانه خواسته و گفته ای را بی پاسخ نخواهد ماند. این به این معناست که حالا یک جنگ دیگه در حال شروع شدن است؟ نه، من مطمئن نیستم. ببینید، حساب حماس از حساب حزب الله جداست. موسی ابومرزوق، هنیه، خالد مشعل، اینا جزء شاخه بیرونی حماس هستند. اینها در درون غزه و در درون حماس نیستن و شاید یک اظهاراتی میکنن، ولی الان اسرائیل در جنگ هم دیگه هست. به قول اون ضرب المثل فارسی میگه بالاتر از سیاهی دیگه رنگی نیست. مثلا چه کار میخوان بکنن؟ یک حمله تروریستی دیگه، چند تا راکت دیگه بندازن، دیگه بیشتر از این کاری نمیشه کرد. همینطور حزب الله که مثلا بخواد یک حمله، خب اسرائیل، ارتش اسرائیل در شمال الان مستقر هست، دیشب باز خیلی بیشتر، و همینطور در خارج. اسرائیل به وضعی رسیده که اگر این کارها رو انجام نده، این عملیات رو انجام نده، در واقع رنگ خودش رو میبازه، ماهیت خودش رو میبازه. برای همین به نظر میاد که واقعا از همه ابزار و از همه اطلاعاتی که داره الان استفاده میکنه. من مطمئن هستم سران دیگر سازمان‌های تروریستی الان واقعا شاید پناه بردن به تونل‌های خودشون، به مقرهای خودشون در بیروت و در شهرهای دیگه که هر تحرکی برای اونها میتونه خطرناک باشه. آقای روشندل، اگر بر شما بیایم، حالا چه کسانی میتونه پشت این ترور باشه به نظر شما؟ حالا حماس در بیانیه‌ای که خبرگزاری صابرین نیوز ایران منتشر کرده ادعا کرده، گفته که حمله را اسرائیل انجام داده. منم فکر نمی کنم که غیر از اسرائیل هیچ منبع قدرت دیگری بتونه یک چنین نقطه دقیقی رو از محل رفت آمد یا اقامت آقای اسماعیل هنیه در اختیار داشته باشه و اون رو عملی بکنه، یعنی در قالب یک حمله نظامی یا موشکی یا پهپادی و هدف رو بگیره و اجرا بکنه. مسئله اطلاع داشتن یک طرف قضیه است، ولی اجرایی کردن اون به نظر نمیاد که از عهده کس دیگری یا منبع دیگری بر بیاد. فقط ما باید این رو برگردیم به 2 ماه پیش وقتی که حملات موشکی ایران به اسرائیل صورت گرفت. در پاسخ اون حملات موشکی اسرائیل یک نقطه بسیار حساسی از یکی از پایگاه‌های ایران را هدف گرفت و البته در هیاهوی اون دوران این جزئیات از جانب ایران تایید نشد و قبول نکردن، ولی بسیاری از کارشناسان نشون میدن که همون نقطه به تنهایی کافی بود که نشون بده که موازنه استراتژیک به نفع اسرائیل داره عمل میکنه. حالا در تمام این مدت ایران، جمهوری اسلامی ایران ادعا کرده که ابتکار عمل رو در اختیار داره، ولی این عملیات نشون میده که نه، یک چنین ابتکار عملی در دست ایران نیست و موازنه استراتژیک در اختیار اسرائیل است و خود این قضیه یک چراغ خطری است برای سایر افرادی که به گروه‌های نیابتی یا تروریستی وابسته باشن و بخوان در داخل ایران تردد بکنن و باید بدونن که میتونن به این ترتیب ردیابی و نابود بشن اگر اسرائیل یک چنین تصمیمی رو داشته باشه. حالا یعنی شما میگین که حالا کشته شدن اسماعیل هنیه پیام برای تهران داره و نیروهای دیگه که تحت حمایت ایران در خاورمیانه فعالیت میکنن، درست؟ دقیقاً. البته ما هنوز نمیدونیم که واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود، ولی در هر حال بعید به نظر میاد که واکنش جمهوری اسلامی بیش از یک حمله متقابل تروریستی باشه، چون در اون صورت میتونه منطقه رو به سمت یک جنگ نامشخصی باز بکنه که هزینه اون از جیب ملت ایران پرداخت خواهد شد. آقای سبتی، شما چی دیدگاه دارین؟ کشتن و یا ترور آقای هنیه در داخل تهران در حالی که در مراسم تحلیف رئیس جمهور این کشور اشتراک کرده بودن، چه پیامی را میتونه برای ایران برسانه، حالا اگر از سوی اسرائیل است و یا کشورهای دیگه حامی اسرائیل؟ به نظر من بالاترین پیام برای
هم تهران و هم منطقه اینه که اسرائیل واقعا اشراف داره به اطلاعاتی که لازم هست. ببینید هانیه دیروز با رهبر جمهوری اسلامی، با سران جمهوری اسلامی، با همه اینها دیدار کرد و اونها رو میتونست در خطر قرار بده. اگر این حمله در موقعی انجام میشد که اونها در دیدار هستن، مثلا الان ما با یک وضع دیگه روبرو بودیم. این میخواد به قول اون ضرب المثل باز میگفت در بگو و دیوار بشنو. سران ایران امروز میتونن احساس خطر بکنن و اگر امروز صبح هانیه کشته شده، این میتونه به اونها بگه که ببینید فردا اگر دخالت بیشتر خودتون رو ادامه بدید و حملات بیشتر رو چه مستقیم و چه غیر مستقیم تشویق بکنید، حماس، حزب الله و غیره رو، و به اونها راکت و موشک و غیره بدید، برای خود شما هم میتونه گرون تموم بشه و این پیام خیلی سختی هست. من فکر میکنم که روی خاک خود ایران همچین عملیاتی انجام میشه، پس در واقع هیچ کدوم از سران رژیم ایران هم مسئول نیستن و در واقع در خطر هستن. بسیار تشکر میکنم از حضور شما جناب جلیل روشندل، استاد رابطه بین الملل، و جناب بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل.